سرخط خبرها. हमारे किसी फौजी काफले के ऊपर जो है हमला करते हैं. غیر نظامیان قربانیان اصلی حمله های پاکستان به افغانستان. حمله های پسین پاکستان تنها در ولسوالی برمل پکتیکا به ارزش نزدیک به 13 میلیون افغانی خساره مالی و باشندگان وارد کرد. تأمین امنیت مرزهای افغانستان اولویت امارت اسلامی. رئیس جمهور روسیه ثبات در افغانستان را برای خاورمیانه مهم دانست. ذبیح الله مجاهد گفت تاجیکستان مسئولیت خود را در تأمین امنیت مرزی با افغانستان انجام دهد. و استقبال گرم از امیرخان متقی در مدرسه دینی دیوبند در هند. متقی در این مدرسه بر تحکیم و تداوم روابط میان کابل و دهلی نو تأکید کرد. به این بخش خبر از یک خوش آمدید. حمله های هوایی پسین پاکستان تنها در ولسوالی برمل پکتیکا 12 میلیون و 955 هزار و 500 افغانی خساره مالی و باشندگان این ولسوالی وارد کرده است. این آمار است که به تازگی از سوی مسئولان امارت اسلامی هماهنگی شده است. جنگنده های پاکستان پنجشنبه شب با نقض حریم هوایی افغانستان کابل و پکتیکا را بمبارد کردند و با واکنش های شدید روبرو شد. گره کور تنش میان افغانستان و پاکستان سالهاست باز نشده باقی مانده. 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो. دو طرف در طول سالهای متمادی یکدیگر را به تروریسم پروری متهم کردند و این تنش‌ها بارها به درگیری نظامی انجامیده است. تا جایی که پاکستان در چند مورد با نقض حریم هوایی افغانستان دست به تجاوز آشکار زده و با پشت پا زدن به تمامی قوانین بین المللی خساره‌های جانی و مالی زیادی به مردم افغانستان وارد کرده است. به تازگی جنگنده های پاکستانی پنجشنبه شب چند نقطه در کابل و پکتیکا را بمباران کردند. حمله‌ای که زیر نام هدف قرار دادن تحریک طالبان پاکستان یا TTP صورت گرفت. درستی این ادعا اما هرگز ثابت نشد و بیشترین خساره به غیر نظامیان وارد شد. در تازه ترین آمار رسمی که از سوی امارت اسلامی همگانی شده، این حمله ها تنها در ولسوالی برمل پکتیکا در مجموع 12 میلیون و 955 هزار و 500 افغانی خساره مالی به باشندگان این ولسوالی وارد کرده است. دا چې د کیمیز موجودی په دا کې یو داس رشته چې دا غدای یا کیم دي کني نه خراب شوی دي دا غوان د کلی ولا خلطای په ثبوت باندې رسیدلی چار چې په ثبوت ورسوي دا په ثبوت رسیدلی د کلی خلطای زرو شانما د مرغه اوسیدونکای پکتیکا ولایت برمل ولسوالی نندلا دیکان دورا کړله دا دیکانی نشپه په 12 بجې خو پښو دا میجنا پاکستان درون الوطا که وویشتل خپل کاروبار او خپل غاو کارانی میش نوشتل دي هیڅ کاروبار مخاصی نورانه ویني میشه بیا جوړ کی. ادعای پاکستان مبنی بر هدف قرار دادن TTP ثابت نشد، ولی زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان این مورد را رد کرد. اما چرا پیوسته غیر نظامیان افغان قربانی حمله های ارتش پاکستان هستند و تاوان این خساره ها را کی باید پس بدهد؟ در مجموع مطابق موازین بین‌المللی و سرحدی بین کشورها استعدام مداخله و احترام به توامت ارضی و حسن همجواری و احترام متقابل ای در نظر گرفته میشن و اگر یک کشور بخواه که با کشور دیگه به خاطر دشمنای خود یا ای که تهدید برش می باشه حمله صورت بگیره، تفاهم صورت میگیره، مطابق حقوق بندوال خصوصی بین دو کشور همکاری و یا جلب میشن. پاکستان بارها به افغانستان حمله کرده، اما حمله های پسین نخستین حمله آن کشور در طول تاریخ به کابل و سومین حمله به پکتیکا بوده است. هرچند حمله های اخیر تلفات جانی در پی نداشته، ولی حمله های پیشتر جان شمار زیادی از غیر نظامیان را گرفتند. امارت اسلامی این بار نیز گفته که حمله های پاکستان بی پاسخ نخواهند ماند.
برای بحث بیشتر دکتر سید بلال فاطمی آگاه ارشد روابط بین الملل با ماست. فاطمی صاحب سلام. همزمان با سفر امیرخان متقی به دهلی نو، چرا پاکستان در اقدام بی سابقه حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و پایتخت را هدف قرار داد؟ آیا این حمله پیام سیاسی به امارت اسلامی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و بینندگان سرویس خبری شما. نخست از ما اجازه بدین که ما این عمل مذبوحانه، بزدلانه و نامردانه همسایه‌ای که به نام همسایه است اما دشمن ازلی و ابدی سرزمین به نام افغانستان است، این حملهشان را تقبیح کنیم و به قوی ترین الفاظی را رد کنیم که ملت افغانستان در مقابل همچو تعرضات هرگز به بزرگترین قدرت های جهان تن نداده. پاکستان که نوکر از قدرت هاست هرگز نمیتونه با این عملیات خود روند زندگی مردم افغانستان مطابق میل خود بگردانه. دومی است که هدف عملیات پاکستان نزدیکیت افغانستان با کشورهای جهان و استوار کردن روابط مستقیم با جهان چیزی است که پاکستان توانی دیدن و برداشت زور نداره، بنان به بهانه‌های مختلف بر افغانستان حمله میکنه. شما دیدین که حمله روز پنجشنبه به بهانه ازی بود که گویا نور ولی محسود در کابل بوده و در چهارراه عبدالحق با در لندکروزر با دوستانشان مثل خالد محسود و عبیدالله محسود و همچون نامایی را که اینا چیز کردن که اینا بودن و ما اینا زدیم و اینا را با 30 تن طور ادعای از اینا با 30 تن دیگه از همکارایشان از بین بردیم. امروز ثابت شد که نورولی مسعود زنده است و نه تنها که زنده است بلکه در دیره اسماعیل خان دیروز عملیات که بر علیه مرکز ترینینگ پلیس پاکستان صورت گرفت، دو عملیات او را رهبری و قمانده میداد. بنان دشمن پاکستان در سرزمین پاکستان است، بهانه جویی میکنن. همچون بهانه را قبلا هم در عملیاتی که بالای کنر کرده بودن و گفته بودن که ما به نام شاه محمد کدام نفر بوده او را زدیم و اون نفر باز از وزیرستان شمالی و جنوبی سرش بالا شد و گفت که من زنده هستم، در همین جسم و دی 3 سال ما به طرف افغانستان نرفتیم. بنان این ثابت میکنه که پاکستان بهانه جویی میکنه برای ازی که برای ما به غیر مستقیمی پیام بده که شما نمیتونین با هندوستان یا با امریکا یا با کشورهای دیگر روابطی اصلا نداشته باشین، در حالی که خلاف تمام نرم‌های بین‌المللی است که یک کشور آزاده مثل افغانستان که برای آزادی خود قربانی‌های طویل در طول تاریخ داده چرا حق نداشته باشه که به طور آزاد با کشورهای جهان روابط داشته باشه؟ اگر ما خواهان روابط اصلا با کشورهای هستیم چرا نتونیم با هندوستان روابط داشته باشیم؟ بنان این عملیات من حیث یک اشاره گوشزد که شما اگر با هندوستان نزدیک میشین تحت عملیات ما قرار میگیرین و این عملیات به وجه ازی که با پاکستان فایده کنه، به وجه ازی که روش ما را تغییر بده، روش ما را تندتر زشتر و شما باور کنین و زمانی که حمله صورت گرفت صحبت ها در هندوستان کاملا نویتش تغییر خورد و این با فایده ما شد. این حمله به نفع کشور افغانستان شد. چطور به نفع کشور ما تمام شد فاطمی صاحب؟ بله. چطور به نفع کشور ما تمام شد فاطمی صاحب؟ به این رقم که در اول که صحبت ها صورت می گرفت بسیاری مسائل بود که هندوستان سر از او بحث نمی کرد، اما وقتی که عملیات دید که افغانستان زیر تهدید پاکستان است و افغانستان دفاع خود نداره، صحبت ها از این صورت گرفت که باید دشمن مشترکانه از او باید دفاع شود، هم هندوستان و هم افغانستان. هم سرحدات شما در خطر است، هم سرحدات ما. تروریسم از همسایه بر شما است و بر ما است. یعنی گپ از و طرف یک همکاری امنیتی نظامی صورت گرفت. این صحبت ها در اجندا قبلا نبود. همکاری های نظامی تو هندوستان مورد صحبت قرار گرفت. خود آقای متقی از هندوستان خواست که با ما از لحاظ نظامی همکاری صورت بگیره، چرا که افغانستان در حالتی است که حمله صورت میگیره، ما حالت دفاعی خود نداریم. این خود به خود این موضوعات که تغییر داد، صحبت ها قویتر، مهمتر و ممکن که منتج با بسیار، چرا که بر رسمیت شناختن خود مسئلهش الحمدلله در روز اول در صحبت ها چیز شد که هندوستان اشاره خود داد که ما سفارت خود با فول امبسی استاتس میبرم یا فول استاتس آف امبسی.
ارتقا میتون که مانعش بر رسمیت شناختن است، چرا که وقتی که شما فول استیتس میتین و سفیر معرفی میکنید، سفیر بدون رسمیت شناختن نمیشه. این یک اشاره نهایتا مثبت بود. اما بعد از صحبت‌های بعدی که صورت گرفت که در اون مسئله از دفاع افغانستان از تروریسم و مسئله از امنیت افغانستان آمد و مسئله از دفاع نظامی افغانستان آمد، بسیاری مسائل دیگه در اونجا بحث و صحبت صورت گرفت که ممکن این مسئله به پیش بره. اگر در هیچ کشور دیگه با شما وسایل دفاعی تا ننته، هندوستان ممکن که امیر رقم که در ایران شما میبینین که از هر کشور اسلحه تا شده میره در مقابل اسرائیل، ممکن در مقابل پاکستان به افغانستان هم اسلحه و اینا بیای، ممکن میزایلای بیای که پاکستان تصورش نکرده باشه و این میزایل 2 دانش بالا اسلام آباد بره، بازی با جای خود میشینه و با خود خواد فهمید که با کی پنجره نرم کرده. و شما دیدین که افغانستان همینطور نگذاشت، جواب حمله روز پنجشنبه را دیروز روز جمعه در پاکستان 3 عملیات صورت گرفت، یکی در تیرا، یکی در دیره اسماعیل خان و یکی دیگر هم در مناطق وزیرستان. در این 3 عملیات در یک جای 61 نفر نظامی پاکستانی کشته شد، در جای دیگر 33 نفرش کشته شده و در جای دیگر در حدود 25 نفر که در مجموع 113 الی 115 نفر دیروز اینا، یعنی بدل خود افغانستان الحمدلله گرفته. اما در اینجا متوقف نمیشه. شما خواد دیدین که این با آتش و این بازی دامنش بسیار وسیع میشه. پاکستان قیمت گزافی را پرداخت خواهد کرد و طوری توبگار خواهد شد که چی بد کردم در لانه زنبور دست زدم و این لانه زنبور که یک بار تور بخوره باز تا که نفر به جایش نشانده باشه باز به جای خودش نمیشینه. بنان شما دیدین که در عین حال که مسئله شده در خود پاکستان، سیاسیون پاکستان بالخصوص مولانا فضل الرحمن که یکی از احزاب سوم قوی پاکستان است و از لحاظ مذهبی بسیار قوت داره، او با کلن امی عمل تقبیه کرد و گفت که یک جنایت است، یک خیانت است که شما کردین و این کار اگر غلط بود و شما در مقابل از یک تو چرا 20 سال شما می کار در مقابل افغانستان کردین؟ آیا شما مردم تربیت نمی کردین، اسلحه نمی دادین در مقابل افغانستان؟ آیا افغانستان یک روز در مقابل شما حمله کرد بر اسلام آباد؟ آیا عمل در افغانستان شما دست اندازی نمی کنین؟ طالبان کدام عکس العمل تابال برتان نشان داده که شما رفتین به یک بهانه دروغی که چرا افغانستان با هندوستان نزدیک میشه و مراوده میسازه، شما در مقابل از اون میین حمله میکنین و او هم در دیگه، چرا در دنیا معمول است که در دیگه نقاط حمله میشه سر مرکز حمله نمیکنن، چرا او سمبولیک میباشه؟ اینا مستقیما سر قلب افغانستان حمله کردن. اینا در اونجا اگر تو نورولی مسعود میزدی و او رو هم گفتی که در چارایی عبدالحق زدم، باز تو در خیرخانه، در تیمنی، در وزیر اکبر خان، در این نقاط دیگه چرا انفجارات و درونی تو حمله میکنه؟ بنان موضوع این نیست که نورولی هدف بوده، او رو هم خداوند شرماندشان. نورولی زنده برآمد، نورولی صدایش برآمد و نورولی عملیات خود در دیره اسماعیل خان کرد و علنی گفت که این بدل عملی مجرمانه شما بالای کابل بوده و بعد از این بدل شما خواد دیدین که امروز هم یک عملی دیگه صورت گرفته. امروز روز شنبه یک عملی دیگه که در اونجا فکر میکنم بیشتر از 13 نفرشان کشته. بنان پاکستان قیمت گزافی را پرداخت خواهد کرد. ملت افغانستان درست است که میزایل و طیاره نداره، مگرم افغانستان همت داره، رایش داره و ما دست بالا در پاکستان داریم. اینا باید ملت افغانستان و تمام افرادی که از بیرون از من این سوالا را میکنیم، فاطمی صاحب ما کدام رای را داریم که از خود دفاع کنیم؟ ما برشان اطمینان میتونم که ما رای را داریم که پاکستان نداره، ما دست بالا در پاکستان داریم، ما میزایل نداریم بزنیم مگر ما از درون انفلاق داده میتونیم و انشالله پاکستان قیمت هزینه پرداخت خواهد کرد. درست. فاطمی صاحب، امارت اسلامی گفته که عواقب این حمله متوجه ارتش پاکستان خواهد بود. چه واکنش امارت اسلامی نشان خواهد داد؟ ببینین اونا امروز یک اعلان دیگه هم کرد وزیر دفاعش که اگر بالای اردیم عملیات ادامه پیدا کنه ما بالای خاک افغانستان مدرایم. یعنی باور کنید در اون دقیقه که من یک گپ شنیدم ما گفتم خدا بیارد. درست. با وطنی ما میگیم خوش آمدی، خیر اغلاس، most welcome، خدا تو را بیاره. تو مگر تاریخ نخواندی، توی از انگلیس، از روس، از امریکا که قوی نیستی. ما در مقابل از اونا مقاومت چیز اسلحه نداشتیم، اما وقتی که به این سرزمین پای خود ماند
باز به گریان برآمد. کدام یکی از گریان نکرده؟ روس نکرده، امریکا نکرده، انگلیس، که تو غلام هستی، تو بیایی این کار کنی، تو را خدا بیاره. با کدام ولایت میایی و از کدام را میایی که باز تو ببینی که تو پس چطور زنده میبرایی و توی نظام چطور زنده میمانه. بنان افغانستان شما گفتین چی راه ها داره؟ افغانستان راههای دیپلماتیک داره که بسط جهان باید موضوع را با کشورهای جهان مطرح کنه که تحت حمله تجاوز مثل اسرائیل که بالای غزه حمله کرده، بالای افغانستان حمله صورت گرفته. چرا این خلاف قوانین بین الدول است که بدون دلیل موجه و بدون اجازه شورای امنیت تو بالای یک کشوری که همسایه توست تخلف فضایی و زمینی میکنی. این یک گپ است. دومی است که افغانستان میتونه که به ذریعه افرادی که در اونجا فعلا در مقابل از اینا هست، اونا را در مقابلشان تشویق و تایید کنه. راه دیگه افغانستانی است که خود مسئله بسازه، تسلیحات از کشورهایی که میتونه به دست بیاره. روسیه به رسمیت شناخته، ممکن است قرارداد بسته کنن و جنس را که ضرورت دارن. و چون روسیه عکس العمل هم نشان داد به این عمل پاکستان، بنان ممکن است که روسیه کمک جدی به افغانستان کنه که خوب مورد حمله قرار گرفتی و این حمله برای منطقه سودمند نیست، منطقه را پرآشوب میسازه. ممکن، اما از همه قدم ها به این مطمئن هستم، طوری که در رئیسی ارتباط با تو هندوستان من مطمئن بودم که اگر افغانستان قدم آور داره، هندوستان قدم مثبت میور داره. در این بابت من ایمان دارم که اگر شما از هندوستان همکاری بخواین، هندوستان هر نوع اسلحه را در اختیارتان میگذاره. اگر شما یک چند میزایل از اونا به دست بیارین و یک سبق به اسلام آباد داده شو که از کابل هم در جواب ازی، چرا که جواب زیر وزارت دفاع ما شما داد، اما او صرف الفاظ بود. او سخن وزارت دفاع وقتی وزن داره که او با اسلحه یک جای همراهی شوه. مثلا بگه که این عملت غلط بود و این بدل داره و در او بدل یک دو میزایل بره. وزن صحبت وزیر دفاع که گپ زده، صرف گپ هوایی زده، چی داره که کنه؟ هیچ نداره. ممکن که اینا باید از هندوستان یک چیز را بگیرن و یک عکس العمل جدی نشان بدن تا پاکستان بفهمه که نه، مذاق نیست بکار، مردم جدی هستن. اگر من از یک قدم پیش میرم وضع مرا بدتر خرابتر میکنن. چرا که افغانستان الحمدلله فعلا در امن و در کنترل است. پاکستان در امن و در کنترل نیست. پاکستان کنترلش از دست برآمدگی است. در اونجا آشوب و زدن پاکستان کار مشکل نیست. شما در هر ولایت، در هر نقطه که بخواین، امید اسماعیل خان میفهمید در کدام ایسای واقع شده. این نزدیک به تونسه شریف شده. تونسه شریف در کجا است؟ در پنجاب جنوبی است. وقتی که گپ به پنجاب و به کراچی برسه، در پاکستان چیزی نمیمانه. وقتی که او بالای افغانستان حمله ور شوه و در اینجا پایش بند بانه، پاکستان به سلامتی نمیمانه. و این چیزی است که به شکل متواتر ما ایره در سال 2023 تشریح دادیم، در سال 2024 تشریح دادیم که جنگ بین افغانستان ناگزیر است، اما این جنگ به قیمت بربادی پاکستان است. پاکستان در میان نمیمانه و این از همین خاطر قدرت‌های بزرگ میخواین که پاکستان باید این خطا را کنه. و پاکستان فعلا فکر میکنه که دست بالا داره و از طرف امریکا و اینا برجا خاموش هستن یا اشاره است. او اشاره از خاطر صحت پاکستان نیست، از خاطر از بین رفتن پاکستان است. چرا کلگی میفهمن که با افغانستان دست انداختی تا که گریبانت پاره نشه، پس رفته نمیتونی. بنان افغانستان حتما اقدامات لازمه میکنه. در این بابت بزرگا همگی در چیز هستن و از همین خاطر شما دیدین که اجندایی که در بین هند و افغانستان هنوز در روی میز نبود، او بالای میز آمد و این به نفع افغانستان است. این تغییرات کلی را در منطقه میاره و ممکن که دیگه هم هندوستان افغانستان نزدیکتر بسازه و افغانستان ضرورت خود از چین، از روسیه و از هندوستان میتونه با یک لابیگری بهتر و با یک هیئت قوی‌تری که به این کشورها بره به دست بیاره و افغانستان ضرورتهای خود باید پوره کنه. ایران با چطور تا نیست که دشمن بزنه؟ به اساس این تکنولوژی و راکتی که داشت زد. اگر نمیداشت امروز ایرانی وجود نداشت، ایران تکه تکه میکردن. اما ما بدبختی ما است که ما نداریم از این وسایل و بعض نادانا وجود داره که اونا میگن که ساینس و علوم کسی این مباح هست، مچون که راکتا کسی خود چیز نیست، برو علوم دینی تا بخوان. برادر علوم دینی با آخرت است. در دنیایی که خداوند تو را خلق کرده، تو از خود چطور دفاع میکنی؟ تو با علوم دینی نمیتونی از سرحد و فضای خود. دیروز طیاره سر کابل بود، چی کردی؟
تمام مدارست فعال بود، کدام تیاره را زده دانستی؟ نه، با علوم دینی، علوم ساینس یک جای بسازین. با علوم دینی شما ساینس یک جای بسازین. یک نفر عالم دین هم باید باشه و یک ساینسدان هم باید باشه تا ملبس با دین و دنیا باشه، هم عسکر خدا باشه و هم عسکر دنیا برای وطن خود باشه. در هر دو حالت از دین و دنیا دفاع کرده بودن. برای ساینس ضرورت اشد است، برای علم ضرورت اشد است. و چیزی که دیروز در هندوستان صحبت شد یکی اینمی بود که ما حاضر هستیم که شاگردای شما را بپذیریم، به اونا بورسیه بدیم، ویزا بدیم و بر شما نفر تربیت کنیم. هدف از اونا تربیت کردن مولا نبود، مولا را خود تربیت می. هدف از اونا این بود که تو روان کو که ما در پیلوت برات تربیت کنم، تو روان کو که من انجینیر برات تربیت کنم، تو روان کو که من برات ساینسدان تربیت کنم تا وطنت با پای ایستاده شود. و ما از این مواقع باید استفاده کنیم. اگر 1000 بورسیه به افغانستان داده میشه، 4 سال بعد 1000 نفر دانشمند تو داری، عالم داری، میتونی که بیای به وطنت در تمام نقاط دست تو را بگیره و افغانستان از این منجلابی که فعلا تحت تاخت و تاز نامردای منطقه قرار داره از این نجات پیدا کنه. سپاس از حضورتان در برنامه دکتر سید بلال فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل. ادامه خبرها. امنیت مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه به ویژه با تاجیکستان تأمین است و دو طرف در مورد آن مسئولیت دارند. افغانستان مسئولیت خود را در این زمینه انجام داده و طرف تاجیکستانی نیز باید مسئولیت خود را انجام دهد. این سخنان ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در واکنش به گفته‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. پیش از این رئیس جمهور روسیه گفته بود که نقش افغانستان در تأمین امنیت آسیای مرکزی مهم است و روسیه از اقدامات امارت اسلامی در این زمینه حمایت می‌کند. شرح بیشتر با سعدالدین حکیمی. تأمین امنیت مرزی مسئولیت دو کشور هم مرز است و امارت اسلامی پیوسته متحد به تأمین امنیت مرزهای افغانستان. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در واکنش به سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که امنیت مرزهای کشور تأمین شده و امارت اسلامی توجه ویژه به امنیت مرز با تاجیکستان میکند. دون شک که مرزهای کشور امن است، به خصوص با کشور تاجیکستان کدام مرزی که وجود داره. امارت اسلامی افغانستان توجه بیشتر به امنیت او مرز داره و در این راستا دو طرف مسئولیت‌های خود دارند که ما مسئولیت خود را به خوب ایفا کردیم و هنوز هم توجه انشالله بیشتر میشه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست در تاجیکستان نقش افغانستان در ثبات آسیای مرکزی را مهم دانست و گفت که امنیت افغانستان با امنیت آسیای مرکزی ارتباط نزدیک دارد. آقای پوتین اضافه کرده که امارت اسلامی آماده همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر است و روسیه از این تلاش‌ها حمایت می‌کند. دیده می‌شود که مقام‌های کنونی افغانستان برای همکاری در زمینه‌های گوناگون از جمله پیکار با هراس‌افکنی و مواد مخدر آماده هستند. ما قاطعانه از این تلاش‌ها پشتیبانی می‌کنیم. آگاهان سیاسی باورمندند که حکومت افغانستان همواره در تأمین امنیت، مبارزه با هراس‌افکنی و مواد مخدر اقدام‌های جدی کرده است. می‌گویند حمایت بیشتر کشورهای منطقه با افغانستان در این زمینه الزامی است. افغانستان هغه هیواد دی چې نه په خوا په چمن تعرض کړی نه اوس کړی دی نه به وکړي او نه چاته ضرر رسولی دی. په افغانستان کې تروریزم نشته، په افغانستان کې مخدره توکو کرکیله نشته. او که څه نو 250 کاله په افغانستان باندې جنګونه تحمیل شوي دي، حتما به پکې یو څه خالیګاه موجوده وي، په دې کې شک نشته. خو افغانان هیڅ وخت کې د بل چاته د ضرر د رسولو هیڅ اراده نه لري. ولی از آنجایی که وظیفه تنها افغانستان مبارزه قاچاق و گروه‌های تروریستی نمی باشد، باید تمام کشورهای آسیای مرکزی جمله تاجیکستان در این قسمت با افغانستان همکاری نمایند، زیرا تحکیم صلح، ثبات و امنیت و با وجود آمدن افغانستان من حیث یک پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بتواند نقش بسیار مهم افغانستان داشته باشد. باورها این است که افغانستان نظر به موقعیت ژئوپلیتیک خود نقش اساسی در تأمین امنیت کشورهای خاورمیانه دارد و ثبات در افغانستان ثبات در منطقه است. پایان خبرهای 5:30 از یک. وقت بخیر، خدا نگهدار.